همیهنان عزیز، درود بیکران به همه شما قهرمانانی که زحمت میکشید، قهرمانان واقعی که چه کمک معنوی و چه کمک مالی میکنید به این انقلاب شیر و خورشید و شاهنشاه پهلوی. اول بگم که من گزارشی گرفتم از همه اونایی که یا بیشتر اونایی که توصیه کردم بهشون که کمک مالی بکنید به وبسایت ایرانوپسمیگیریم.com. از 10 تا متاسفانه 2 تاشون واقعا پول فرستاده بودن و دارن میفرستن. 8 تا دیگه بعضیا گفتن که ما خودمون داریم جداگانه میفرستیم. گفتم که خب آیا تو این مدتی که جداگانه فرستاده اید بازدهی چقدر بوده؟ آیا میزان این مبلغ بالا رفت یا پایین رفت؟ گفت که نه. گفتم نه، خب هر کاری که آدم میکنه باید یه برآوردی بکنه که ببینه پیشرفت توی اون پردازش هست یا نه. اگه نیست یه ایرادی هست. گفتن که راستش نه. گفتم خب علتش رو میدونین؟ گفتن نمیدونیم، مردم کوتاهی میکنن. گفتم شاید بر این علت باشه که به شما اطمینان ندارند. منم اگه بیام بگم که ای مردم به من پول بدید که من به ایران بفرستم، میگن ما شما رو نمیشناسیم، یا شاید هم با رو درواسی یه بار بفرستن ولی اونم به خاطر اینکه تو رو بیفتن، ولی دیگه هر ماه نمیان 10 یورو به من بدن. پس به این خاطره که وقتی سازماندهی باشه، وقت به چه علت شاهنشاه سازمان انقلاب شیر و خورشید رو تأسیس کرده؟ به این خاطر که همه چیز سازماندهی باشه. به خصوص تو این وضعیت جنگی ما در جنگ با جمهوری اسلامی هستیم. این نیست که بگیم خب حالا یه کمک اجتماعی میکنیم. ببینید تو وضعیت همه ما وقتی که جنگ نیست، وقتی که مملکت عالی و ایداره، شاید کمک اجتماعی بکنیم. ما تکرار میکنم، یه کمک اجتماعی داریم، یه کمک سیاسی داریم. وقتی که کمک اجتماعی، به عنوان مثال یکی از اقوام اون میگه که مثلا ما 4 نفریم توی خونه، این خونه 2 خوابه یا 1 خوابه کوچیکه واسه ما، کمک بکنید که ما بریم توی خونه بزرگتر. اونو بهش میگم کمک اجتماعی. یا یه خانواده تو فامیل میگه که ما گوشت پولمون نمیرسه بخوریم، پول بیشتر به ما بدید که بتونیم بیشتر گوشت بخوریم. اینو بهش میگم کمک اجتماعی، نه کمک سیاسی. پس لطفاً اینجا رو قاطی نکنید. وقتی که شاهنشاه همچین سازمانی رو راه انداخته برای کمک سیاسیه و اونجا هم قید کردن که تو چه شاخه شما میخواین کمک بکنید. خب حفاظت از امنیت شاهنشاه که نماینده یا مدیر یا فرمانده یا وکیل ما یا رئیس ما یا فرمانده کل ماست. خب پس این یه چیز بسیار مهمه. اگر ایشون خدا نکرده بیمار بشن یا اتفاق براشون یا خانوادهشون بیفته، این رهبریت ایشون به هم میخوره و همه ما دوباره از همدیگه گسسته میشیم و شکست خواهیم خورد قاعدتا. خب من شخصا به اون شاخه پول فرستادم که از برای امنیت ایشون. خب حالا شما میتونید برای گارد جاویدان بفرستید. خب پس این خیلی مهمه که همه کارامون روی سازماندهی باشه. من عذر میخوام اگه عینکم حالا فعلا در میارم که شما اذیت نشید. پس این از این که همیهنان عزیز، لطفاً به خصوص خارج نشین ها
کمکی اگه میخواین بکنید، خودتون به تنهایی یا پراکنده باید بگم کمک نکنید. کمک ها همه رو بفرستید به سازمان شاهنشاه. اونجا خودشون بهتر از من و شما دسترسی دارند، میدونن به چه کسانی که واقعا در این مقطع زمانی فعال هستند برای براندازی جمهوری اسلامی پول میفرستن. خب چه چیزایی نیاز دارن رو میدونن و تهیه میکنن و میفرستن. من و شما شاید فکر کنیم که بلد هستیم، ولی اومدیم و یکی از اون صرافا که الان خیلی از صرافا الان که پولشویی میکنن، شما بخواین پول بفرستین غیر قانونیه. خیلی از صرافا با جمهوری اسلامی هستن، یعنی کارشون عمدن تو این کاره که هم پول بسازن و هم آدم بفروشن. یعنی دنبالن که ببینن اون گیرنده کیه، که اگر اون گیرنده فعاله همونجا اسمش رو رد بکنن و یا تو خونش ریختن اومدین کمک بکنین، بدتر اون شخص رو به خطر انداختین. پس به این خاطره که سازماندهی خیلی مهمه و لطفاً به این سازمان پولتون رو بفرستید. یه نکته دوم اینه که و همون www.iranopasmigirim.com. خب اینو تو گوگل هم اگه بزنین اول بالا میاد و هم به زبان انگلیسیه و هم به زبان پارسی. کسی بگه من نتونستم، نه، اینا بهانه است. اونی که بخواد واقعا از من بدتر نیست توی دانش کامپیوتر. هر جا من ایرادی پیدا میکنم همیشون اطرافم یه حتی بچه 10 ساله بیشتر از من توی کامپیوتر بلده، بهش میگم ایرادمو میگه و تونستم پول بفرستم. بعد از اونم وقتی که گذاشتمش روی اتوماتیک خودکار که ماهیانه بردارن دیگه، خب راحته، خودشون پولو برمیدارن. مای 10 یورو در ماه هم یا دلار یا هر کشوری که هستید ضرری به شما نمیزنه. یعنی شما فقط برین خودتون یه دوستتون رو مهمون بکنین یه کافه، 100% بیشتر از 10 یورو یا 10 دلار خواهد شد که یه جای بشینین و یه نوشیدنی چیزی بخورین. پس من میتونم از اون کافه رفتنم یک بارشو بزنم برای ایران 10 یورو فقط بفرستم. پس هر کی میگه که من نمیرسه، پولم نمیرسه و فلان اینا، خوبه که این اشخاص شجاعت این رو داشته باشن، بگن نمیخوایم بفرستیم، دوست نداریم بفرستیم. این بهتر از اینه که بهانه بیارن، چون صداقت اعتبار اجتماعی برای ما میاره. خب اگر ما دوزه بازی در بیاریم، دور بزنیم یا دروغ بگیم یا حسادت بکنیم یا خودپرستی بکنیم و اینجور چیزا، اعتبار اجتماعی خودمون پایین میره. حالا هزاری هم ما اعتبار بانکی داشته باشیم، هزاری هم میلیاردها دلار پول داشته باشیم، ولی اگر پیش فردی دروغ بگیم، بهانه بیاریم برای اون کاری رو که قرار بکنیم و اینها، خود به خود اون شخص اهمیتی نمیده دیگه که چقدر ما پولدار هستیم، چه مدرکی داریم و چه دکترایی داریم و چه مهندسی داریم، دیگه به ما اطمینان نمیکنه. اون از و یه ویدیو من دیدم تو اینستاگرام خیلی ارزشمند بود به نظر من، چون خیلی از ما ویدیو رو میبینیم و رد میشیم و میگیم یه دعایی هم شاید بکنیم، میگیم من دعا میکنم این بشه. نه خیر. ببینید حتی اگه مذهبی هم باشید، دعا کردن از راز دین خودتون باز اشتباهه، چون خدا از اون بالا میگه که من این محیط زیست ایدئال رو
برای شما ساختم که توش انواع میوه‌جات، انواع سبزیجات، انواع خوراکی‌ها، لذت‌ها، دریا، اقیانوس، جنگل، همه چی رو درست کردم. از این به بعد شما فقط لقمه رو باید بذارین توی دهانتون. دیگه اینکه خودتون اگه میزنین تو سر و مغز هم دیگه، اون مشکل خودتونه. خودتون باید به خودتون حل بکنید. نمیشه برای هر چیزی من دستام بگیرم با آسمون رو دعا بکنم. پس میگن از خدا، میگه از تو برکت، اگه خدای باشه میگه از تو حرکت، از من برکت. خب پس اینم برای اون اشخاصی که تو این وضعیت جنگ دعا میکنن. حالا میخواین شما مسیحی باشین، میخواین مسلمون باشین، هرچی، الان وقت دعا نیست. الان وقت پندار و گفتار و کردار نیکه. یعنی همه اینا باید ستاش همسو باشه. گفتارتون نیک باشه، کردارتون ضد اون عمل بکنه یا کرداری نباشه، دیگه اون هیچ کدوم اینا درست عذاب در نمیاد. باید هر ستاش باشه، پندار و گفتار و کردار نیک همزمان. اگر نه، اینه یه اتومبیلی که از 4 تا چرخ 3 تا داشته باشه، بالاخره سر پیچی جایی واژگون میشه. این ویدیو از یه هممیهن خردسال حدوداً 12 ساله بود که به حالت شعر خونده بود کوروش بیدار شو. خب من به این فکر کردم، گفتم خب کوروش بیدار شو. بعد از اونجایی که واقعا کوروش چه کسی بود، بعدم فکر بکن که اول کوروش چه کسی بوده. مختصر من بگم، ایشون فردی بود که خودش رو شاگرد زرتشت میدونست و با پندار و گفتار و کردار نیک بزرگ شد. یعنی در طول عمرش هی اینو تمرین کرده و کردار. شاید از دید شما بگین خب این که چیزی نیست که خیلی هم آسونه. خیر، خیلی هم سخته. برای من سخته. من خودم وقتی هر روز به خودم تکرار میکنم که پندار و گفتار و کردارت نیک باشه، کار آسونی نیست. بعضی جاها که حق خودمو میخوام بگیرم، این یعنی کردار نیک، باید زحمت بکشم. خب پس برای گرفتن حق خودتون این میشه کردار نیک. چه کار باید بکنین که بتونین حق خودتون رو بگیرین؟ باید پندارتونم نیک باشه، یعنی بیندیشید، تحقیق بکنید، دانشی کسب بکنید که این پندار مثل ورزش واسش بشه. و گفتار نیک یعنی اون ایده ای رو که تو ذهنتون هست، اون دانش رو به اشتراک بذارید، به عنوان مثال با سایر همیهنان، که اینطوری همبستگی بیشتر بشه و ببینید همه اینا مثل زنجیر به هم دیگه وصله. حالا برگردیم به سر این موضوع که کوروش بیدار شد. خب کوروش پندار و گفتار و کردارش رو تمرین کرد و توش خبره شد. وقتی که شما یک کار رو هی تمرین میکنین، هی شکفته میشه، هی نمو پیدا میکنه. درست مثل گیاه تخم بادامی رو که بکارید، این رشد میکنه، نمو هم میکنه. یعنی تا 10 سال میوه‌ای نمیده. خب بعد از 10 سال نمو پیدا میکنه و شکوفه میده. شکوفه ها میشه با چاقالو، بعد میشه بادام. خب پس اینجا نمو پیدا کرده. ما انسان هم وقتی که حالا میخواد تو ورزش باشه، میخواد تو سیاست باشه، میخواد تو اقتصاد باشه، هرچی، وقتی که این ریشش میشه همون پندار و گفتار و کردار نیک، اگه میخوایم تو اون شغل، توی اون دانش، تو هرچی موفق بشیم. خب و نمو تمرینات
کوروش چی بود؟ نوشتن قانون اساسی جهانی بر اساس حقوق بشر، بر اساس حفاظت از محیط زیست حتی. خب چون که شما پندار و گفتار و کردار نیک شامل محیط زیست هم میشه. بعد از اینکه ایشون این قانون اساسی جهانی رو نوشت که شامل برابری زن و مرد، تمامیت ارضی، جدایی ادیان از سیاست یا از محور زندگی، وقتی ایشون قانون اساسی رو نوشته یعنی که محور زندگیتون باید بر این باشه. دین یعنی میره تو حاشیه خود به خود. خب حالا اینا رو من میگم که خود به خود ما ضعفامون رو پیدا بکنیم و درست بکنیم. به عنوان مثال یه صحبتی شد در مورد وضعیت ایران. این همیهن عزیز گفت که خب من نذر میکنم و از این همیهن عزیز ما زیاد داریم، چه تو ایران چه خارج از ایران. آیا نذر کردن شما که برای مثلا علی باشه یا هر کی در این وضعیت کمک میکنه به ما؟ آیا مغایرت با این وضعیت داره یا نه؟ بله، قاعدتاً مغایرت داره، چون با دستور شاهنشاه مغایرت داره. وقتی شاهنشاه گفته هر کس میخواد کمک بکنه به این سازمان اینجا پول بریزه، بعد شما بیاین اون پول رو نذر علی بکنین و مثلا که سفره ابوالفضل مثلا بندازید که یه عده مثلا پولدار و دوست آشنا بیان بخورن، آیا این کمک به گاردهای جاویدان؟ نه. پس این چیزیه که به این خاطره که وقتی ما میگیم کوروش بیدار شو، به این دلیله که فقط از این گوش بگیریم و از گوش در کردن نیست. عملا ما باید کوروش رو الگو قرار بدهیم که بتونیم 90 میلیون کوروش به وجود بیاد. این یعنی کوروش بیدار شو. ما اگه 90 میلیونیم، اگر همه ما ایشون رو الگو قرار بدیم، شاید واقعا یعنی با تمام وجود ایشون رو الگو قرار بدیم، اون شخص میتونه بشه کوروش زمان. اون خردسال میهن خردسال که پتانسیلش از من به مراتب بیشتره، که سن من چند برابر اونه، قاعدتا بیشتره، میتونه بشه کوروش زمان. شاید به این که خب قانون اساسی نوشتن هر کسی میتونه قانون اساسی بنویسه. بله، حق با شماست. ولی در دنیای فلسفه زمانی که تئوری یعنی کوروش بزرگ اون قانون اساسی رو نوشت، ولی تا اون لحظه تئوریه، یه ادعاست، یک فرضیه است. خوبه؟ ولی زمانی که اون تئوری رو، اون چیزی که نوشته رو عملاً اجرا میکنه، وقتی میگه بردهداری باید برداشته بشه، به چه معنیه؟ یعنی هر کسی که برده هست رو باید بره آزاد بکنه. حالا زورش میرسه، اینجاست. پس برای آزاد کردن برده ها باید به سلامت جسمی و روحی خودش برسه، خودش رو ورزیده بکنه که توی اون جنگ شکست نخوره، بتونه پیروز بشه، در نتیجه برده ها رو بتونه آزاد بکنه. این پاسخ من به خیلی هست که مبارز هستن ولی متاسفانه به سلامت جسمی و روحی خودشون نمیرسن. وقتی که شخصی سیگار بکشه یا تغذیهش
بد باشه یا مثل کوکاکولا و مکدونالد و سرخ کردنی و از همین چیزای صنعتی بخوره، صنعتی خور بشه به قول معروف، چون نمیخوام بگم آشغال خور. خب این مبارز هست، ولی کوروش مانندی نمیتونه بشه. توی مبارزه اگر شما نمیتونید وسط مبارزه مثلا سرما بخورید بگید من 10 روز برم به خودم برسم، همین یعنی شکست. چون کسی نیست که اونجا بتونه بجنگه، چون جنگ صحبت کار ساده نیست، کار نجاریست بگیم به صاحبکار بگیم خب من میرم 10 روز دیگه میام. پس به این خاطر از عهده ما بر نمیاد که بخوایم مریض بشیم، باید مریض نشیم که بتونیم به پیروزی برسیم. بعد دیگه حالا هر کی هر کاری دوست داره بکنه. میخواد سیگار بکشه، میخواد حشیش میخواد بکشه، ولی در این مقطع زمانی مبارزه نیاز به سلامت جسمی و روحی دارد. همونطوری که یک سرباز نیازمنده که به چه خاطر سربازی که توی دوره آموزشی تمرینات بدنی زیادی بهش میدن، با تناب از اینجا خودتو بکش بالا، 5 کیلومتر باید بدوی از این کوه. همونایی که آموزش نظامی رفتن، سربازی رفتن، حرف منو بهتر متوجه میشن. 5 صبح باید بیدار بشی، باید در عرض 10 دقیقه لباس پوشیده تو صف وایسی، باید از این کوه بکشی بری بالا در این مقطع زمانی. به چه علت؟ چون جنگ شوخی نیست. اگر شما نتونی زود حمله، مثلا اگه میشه فرمانده دستور عقب نشینی میده، باید اونقدر قدرت بدنی داشته باشی که دست کم 5 کیلومتر بدون اینکه بیستی بدوی، اگر نه از پشت ممکنه تیر بخوری. خب پس سلامت جسمی و روحی کلیدیه اگر میخواین یک مبارزه‌گر خوب باشید. حالا پس کوروش بزرگ ماها یا شاید سالها زحمت به خودش داد که ورزش‌های رزمی رو، اون موقع شمشیرزنی بوده، توش عالی بشه، تمرینات زیادی بکنه، از استادش حتی مثلا بارها کتک هم خورده. پس ببینید دردم کشیده، بارها زمین خورده، بلند شده تا به اون حد رسیده که از استادش هم بهتر شده تو شمشیرزنی. و الان به خاطر این همه پیشرفتی که داشته، به خاطر این قانون اساسی که نوشته و در وجودش همه اینا هست، قاعدتاً پیروان یا دنبال روهای زیادی هم پیدا میکنه که بگن بله شما لیاقت این رو داری که میهن ما رو منسجم بکنی. اون موقع پارس ها جنوب بودن، مادها شمال بودن و شاید گهگاهی هم حمله میکردن به هم، ولی کوروش بزرگ با همین قانون اساسیش، با همون قانون تمامیت ارضی، همه رو منسجم کرد، همه رو همبسته کرد. پس ببینید تئوری داره تبدیل میشه به واقعیت. پس کوروش که میگن کوروش اینه، هر کسی نمیتونه این رو انجام بده و تا حالا هیچ جای دنیا کسی نتونسته حتی به گرد کوروش برسه از این راه. یعنی قانون اساسی جهانی رو بنویسه، بردهداری رو، چه اونایی که با زبون خوش برده‌هاشون رو آزاد کردن که هیچ، اونایی که گفتن نخیر به شما ربطی نداره ما برده‌مون رو آزاد نمی کنیم، باشون جنگید، همونطور که یهودی‌ها رو از اسارت آزاد کرد.
خب پس اینجا تئوری داره تبدیل به حقیقت، حکم یا واقعیت میشه. خب اینجاست که کوروش رو متمایز میکنه و داره لقب بزرگ را کسب میکنه. وقتی که دین رو جدا میکنه، این رو ابلاغ میکنه و تحکیم میکنه و یا هر کم که سرپیچی میکنه دیکته میکنه بهش، اینجا دیکتاتوری خوبه. چون کسی که از قانون اساسی کوروش سرپیچی بکنه، خودسری میخواد بکنه. به عنوان مثال یکی از استانهای ایران بیاد بگه من اصلا نمیخوام با شما باشم، میخوام این تیکه رو از ایران بکنم و خودمون اون تو باشیم، به زورم بخواد این کارو بکنه. حالا یه هرچی میگن خیر، شما بگو مشکل چیه، ما حل بکنیم. ولی بخواد با زور این تیکه رو بکنه، اونجاست که با زور میشونتشون سر جاشون، چون دارن ضد قانون اساسی عمل میکنن. خب اینجا یه عده ممکنه کوروش رو بگن دیکتاتوره. شاید خیلی ها که وصل زنای خوبی هستن دور کوروش اگه بودن 100 تا تهمت و ناسزا به کوروش میگفتن، چرا که داشت با زور بردهداری رو برمی‌داشت، داشت با زور این احکام رو اجرا میکرد، داشت با زور برابری زن و مرد رو اجرا میکرد، چون با زور داشت تمامیت ارضی رو حفظ میکرد. خب اینجا دیکتاتوری خوبه، ولی اونجایی که بر ضد حقوق بشر، بر ضد محیط زیست این کار رو بکنه، دیگه اونجا اون شخص باید بهش دیکته بشه. پس اینم به این خاطر بود که کوروش به این دلایل بزرگ شد و کوروش بیدار شو. همه ما این پتانسیل رو داریم که یک کوروش بشیم و اون موقع خواهید دید که چقدر همبستگی ما چندین برابر الان خواهد شد. همونطور که شاهنشاه پهلوی تونست به خاطر اینکه ایشون، این رو لطفاً دقت بفرمایید، چون به خاطر اینکه ایشون الگوی شاهنشاه پهلوی کوروش بزرگه، تونست انقدر پیشرفت بکنه. چون تمام تمرینات ایشون رو، تمام جزئیات قوانین ایشون رو بروز کرد و داره اجرا میکنه. به این خاطر که اینقدر نفوذ ایشون در جامعه جهانی بسیار بالاست، با وجود اینکه ایشون اصلا سمت رسمی نداره مثل ریاست جمهوری یا پادشاهی یا غیر و غیره. الان یعنی هیچ سمت قانونی ایشون نداره به غیر از اینکه ایشون نماینده ما مردمه. ولی ببینید چقدر دولت‌های جهان برای ایشون ارزش قائلن و سخنان ایشون رو جدی میگیرن. خب پس شاهنشاه پهلوی اون کوروشی که این هممیهن خردسال گفت بیدار شو. حالا ما اگر میخواهیم حمایت از ایشون بکنیم، باید هر کدوم ما یک کوروش بشویم. این از این که از این، حالا این صحبت منو کشوند تو این کانال که اول این رو از اینجا به بعد روی سخنم به اونایی که فعال نیستن، کمک مالی نمی کنن. حالا یه دستن بر علتی که ممکنه ضعف جسمانی باشه یا بیماری جسمانی باشه یا راهشون دور باشه، به اونجایی که راهپیمایی هست نمیتونن بیان، هیچ اشکالی نداره. ولی
از راه مجازی میتونن کمک بکنن. یک کدوم از اونها اینه که اون کمک مالی رو به ایرانوپسمیگیم.com بکنن. برای خود منم پیش اومده که یک روزی نتونستم برم به راهپیمایی، همون پول رو که حالا بوده 10 یورو یا 15 یورو رو گفتم خب این رو میفرستم برای این سازمان. پول قطار که مثلا انقدر پول 5 یورو برای رفتن، 5 یورو برای برگشتن، اونجا هم مثلا یه نوشیدنی مثلا بخرم بخورم، مثلا میشه حدود 15 یورو. خب این 15 یورو چون نرفتم، میگم خب این رو هم به شغلم رسیدم. حالا مثلا یکی اون روز راهپیمایی سر کارش باید باشه، اون روز 60 یورو پول ساخته، 100 یورو پول ساخته. خب از اون 100 یورو چه اشکالی داره که 10 یورو اون رو شما به این حساب بریزید؟ راهپیمایی رو نرفتید ولی هم به کارتون رسیدید، هم از گوشه از اون درآمد رو پرداختید. ما 8 میلیون حدوداً خارج نشین هستیم. از این 8 میلیون 5 میلیون ما ماهی، نه روزی ها، ماهی 10 یورو کمک بکنه حداقل، این میشه 50 میلیون دلار در ماه که اینطوری امید ما و باور ما به قول شاهنشاه بیشتر میشه برای از بین بردن این رژیم کودک کش، غارتگر و فتنه‌گر. اینجا روی سخنم به اونایی که فعال نیستن، که نه هیچ کمکی میکنند و تازه فعالان رو سرزنش میکنند که سیاست چیه، برای چی میرین تو سیاست، به زندگی خودمون برسیم و غیر و غیره. از اینجور اشخاص من اینجا دیدم که جالبه که 1 ساعت در مورد فرش ایران حرف میزنه، در مورد صنعت ایران، جاهای باصفای ایران و این حرفا، ولی تا حرف از کوروش من زدم سریع این همیهن بانو بین همه جمع من رو مؤاخذه کرد که چرا شما صحبت سیاسی میکنید. گفتم عذر میخوام، اگه شما ایران زندگی بکنید که نمی کنید، الان اینجا هستید، همسرتون هم که خارجیه، آب خوردن در ایران خب یک حرکت سیاسیه. یعنی موضوع آب اصلا سیاسیه، چه برسه به خورد و خوراک و چیزای دیگه. پس اگه اینجا من به خاطر اینکه سیاسی نباشم آب نباید بخورم، یا اگر آب خونم قطع میشه نباید اعتراض بکنم چون آب سیاسیه، چون دولت آب رو پخش میکنه، پس هر چیزی که به دولت ربط داره سیاسیه. خب اگه شما میرین رأی میدین برای ریاست جمهوری یا برای نماینده شهرتون یا استانتون رأی میدین، آیا این یک حرکت سیاسی نیست؟ آیا قانون اساسی که زندگیتون به اون ارتباط داره تو هر کشوری که هستید، آیا این این سیاسی نیست؟ خب معلوم سیاسیه. وقتی رأی میدین یک حرکت سیاسیه. این شعر که از خیام، البته این رو میخونم برای این همیهنانی که نمیخوان سیاسی باشن و میخوان سرشون تولاک خودشون باشه. تا چند زنم به روی دریاها خشت،
بیزار شدم ز بت پرستان کنشت. خیام گه که دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت. اینجا منظورش حتما متوجه شدید. یکی من به زبون ساده بخوام بگم، تا که من بیام هی 2 تامو 4 تا کنم، 4 تامو 8 تا کنم که مثلا هدفم این باشه که یک ماشین شیکی بخرم، هدفم این باشه که خونمو بزرگتر کنم، هدفم این باشه که بچه‌مو دکتر مهندس بکنم. خب من ایرادی نمیگیرم از اون اهداف، خب ولی همون اهداف باید یه پایه داشته باشه. بچه شما که اگه دوست دارین دکتر بشه تو چه جامعه‌ای میخواد رشد بکنه؟ آیا جامعه خوب باید براش مهیا باشه که ایشون ایمنیش اونجا برقرار باشه؟ دکتر آیدا رستمی دکتر بود، پدر و مادرش هم چقدر زحمت کشیدن که این دکتر بشه. به خاطر اینکه یک بیمار رو، سیاسی هم نبود، یه بیماری اومده بود وظیفه پزشکی حکم میکند، قسم خوردن برای این. زمانی که مدرک پزشکیش رو میگن قسم میخورن که هر بیماری که اومد، چه زندانی حتی قاتلم باشه، وظیفه شماست که اول این رو به درمان برسونید، بعد دادگاه تصمیم میگیره که این شخص رو اعدام بکنه یا نکنه، حالا یا هرچی. خب چون که ایشون یک بیماری رو که زخمی شده بود توی اون درگیری خیابونی پانسمان کرده بود یا بخیه زده بود یا هرچی، این شخص رو جمهوری اسلامی کشت. پس ببینید ربط پیدا کرد. خودتون رو بذارین به جای پدر مادر اون خانم دکتر آیدا رستمی، روح شاد. پس ببینید به همه ما ربط داره. این شعر برای اون بود. پس هر هدفی که دارید این اساسشه که اول باید دیدگاهتون نسبت به زندگی درست باشه. قانون اساسی کوروش بزرگ رو عملاً مد نظر بگیرید. دیدگاهاتون، اهدافتون این نباشه که بچه‌مو به هر قیمتی از دکتر بکنم، همه چی رو بذارم زیر پا، شرف رو بذارم زیر پا، وجدان رو بذارم زیر پا، همه که بچه‌م دکتر بشه. خب همون بچه اگر خدای نکرده توی جامعه بدی باشه، داره از تو خیابون میگذره، چون ناامنی هست یک فردی بیاد به خاطر دزدیدن مثلا انگشترش یا گردنبندش یا ماشینش یه چاقو بهش بزنه و ماشینش رو مثلا بدزده. خب چون که ما اینقدر بی اهمیت بودیم به جامعهمون، به جامعه خودمون، جامعه بالاخره خفت ما رو گرفته، یه جوری ضربهش رو به ما زده. پس به این خاطره که مهمه که ما تاثیرگذار باشیم، فقط مصرف کننده و اینجور چیزا نباشیم. اگر یک این در مورد محیط زیست هم هست. وقتی که این شخصی بی اهمیت باشه به محیط زیست، خود به خود دیر یا زود مفعول اون محیط زیست واقع خواهد شد که الان هم یه جورایی با گلوبال وارمینگ یا همون گرمای بیش از حد کره زمین به خاطر پندار و گفتار و کردار زشت ماست. پس برم سر شعر بعدی که اون اینه: اسرار ازل را
نه تو دانی و نه من. این حرف معما نه تو دانی و نه من. پست است ز پس پرده گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. یعنی اسرار آفرینش که ما از کجا آمدیم و به کجا میریم رو هیچ کدوم از ما نمیدونه. حالا آدم و حوای بوده یا نبوده رو حکم نیست، حقیقت نیست، یک فرضیه است. اینکه ما میمون بودیم و بعد انسان شدیم این هم یه فرضیه است، نمیدونیم. خیام با اینکه فیلسوف و دانشمند بسیار بسیار هوشمندی بود و فرهیخته، با این حال گفت من نمیدونم. تو این شعرش گفت من اسرار آفرینش رو نمیدونم. و فلسفه اصلش اینه تا یه چیزی از فرضیه به حقیقت تبدیل نشه همچنان فرضیه است، همچنان یک تئوریه. حتی اگه اون فرضیه 7 میلیارد کتاب فروخته باشه، 7 میلیارد. به عنوان مثال اسلام از دید فلسفی یک فرضیه است، چون معلوم نیست که محمد بهش وحی شده یا نشده، آیا راست میگه یا دروغ میگه. خب فرضیه است. حالا هر کی میخواد اون رو دنبال بکنه، ولی نمیتونه اون رو در دنیای فلسفه بیاد به عنوان قانون در یک کشوری اجرا بکنه. شما اون قانون اساسی درسته که بر اساس حقیقت باشه، مثل قانون اساسی کوروش. ولی اگه یک کسی یک فرضیه رو بخواد بیاد روی یک مملکتی پیاده بکنه، اون موقع است که همه چی به هم میرسه. پس اینجا میگه اسرار آفرینش رو هیچ کدوم ما نمیدونیم. این معما هم نه شما میتونی حل بکنی و نه من. پس بهتره چی؟ این رو همونطوری که از بذاریم سر جای خودش و از این زمان حال، از این حقیقت‌هایی رو که کسب کردیم از اینا استفاده بکنیم. بیت بعدی که باز جالبه، هی حرف محیط زیست رو زدم. خیام اون زمان ارتباط بسیار عمیقی با محیط زیست داشت که متاسفانه الان سیستم آموزشی این رو گذاشته توی حاشیه در اکثر سطوح آکادمیکی. به این خاطر که شما میبینین یک فردی که دیپلمش رو گرفته اصلا با محیط زیست بیگانه است، چون اگر بیگانه نبود ردبول به جای ردبول خود پرتقال رو میخورد، اونم ارگانیکش رو. وقتی که یه ماده پردازش شده رو میخواست از تو سوپرمارکت بخره، حالا کنسرو، کمپوت، حالا هرچی، چون که محیط زیست رو اگر دانشش رو میداشت مواد تشکیل دهندهش رو میخوند و اگر افزودنی مثلا بدی توش بود و اینا اون رو چی نمیخرید. سزای بدفروش و کمفروش چیه؟ نخریدن. احتیاج نیست آدم به شعار بده تو خیابون. وقتی شما پشتیبانی مالی از اون شرکت بد نکنی، خود به خود داری تأثیرگذاری میکنی. پس نخریدن ردبول شما یه تیر زدین و چند نشون، هم به حساب بانکی خودتون ضرر نزدید، هم به سلامت خودتون رسیدگی کردید برای پیشگیری از بیماری. حالا هزاری هم سالم باشید، پیشگیری شرط عقله. همین که
اون پولی که قرار بوده بدیم به ردبول با خرید پرتقال ارگانیک بازیافت شده و برگشته به جامعه خودتون، به جیب اون کشاورز. و یه مثال دیگه، مثلا به جای از این کیک های صنعتی مثل اسنیکر و تیتاپ و حالا نمیدونم مارکای دیگه، به جای اون شما بادام خام بخورید، پسته خام میل کنید. اینطوری هم ارزونتر برای شما میفته همین که به سلامت خودتون رسیدگی کردید و همین که همونجایی که گفتم سلامت جسمی و روحی در مبارزه بسیار مهمه. اینطوری شما هم قوی‌تر خواهید شد برای مبارزه، همین که چی؟ پول بیشتری میتونید جمع بکنید برای تدارکات جنگ. گفتم جنگیدن، یک سرباز، یک گروهان، یک هنگ، یک تیپ بخش تدارکات ما داشتیم تو ارتش. تدارکات رکن یک داشتیم، هر رکنی یک وظیفه‌ای داشت، سازماندهی داشت که یک کدوم از اونها تدارکات بود. یعنی بودجه نظامی رو باش میرفتن خورد و خوراک میخریدن، پالتو میخریدن برای فصل سرما، پوتین، اسلحه و غیره و غیره، که این تیپ زرهی یا این گروه پیاده یا این گروه سواره همیشه آماده باشن برای مبارزه. این کوزه رو آوردم اینجا چون این بیت در مورد کوزه است. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. اینجا همون ارتباط خیام با محیط زیسته. چه ارتباطی؟ وقتی که ما میمیریم، ما رو دفن میکنند یا به گور میسپارند، بدن ما تبدیل به خاک میشه. خب و زمان میگذره و یک فرد دیگه میاد این خاک رو بر میداره و ممکنه باش کوزه درست بکنه، ممکنه باش خش دیوار رو درست بکنه یا هرچی. پس میگه که منظورش به اینه که ما عقل حکم میکنه که وابسته نباشیم به این دنیا، چون از طبیعت اومدیم و به طبیعت هم بر میگردیم. شاید کوزه بشیم بعدش، به هر حال بدن ما به زمین بر میگرده. و شعر بعدی اینه که گویند کسان، منظورش آیت الله ها و کشیش های کلیسا و اینها هستن، یا اونایی که توی دین بودا هستن. گویند کسان بهشت با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از نسیه بردار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. ببینید اینجا باز خیام خدا رو نقض نمیکنه، ولی میگه من تا نبینم باور نمیکنم. اگر تونستی به من ثابت بکنی باور میکنم.
جالبه که وقتی آمریکا بودم یک آمریکایی که مشتری من بود خودروش آورده بود برای تعمیر، پرسید از کجا هستی؟ گفتم از ایران. گفت من عاشق خیامم. گفتم بسیار عالی، خب چه چیزی از خیام یاد گرفتی و اینها؟ گفت که و اصلا اینقدر شراب یا مشروب خورده بود که بوی الکلش از 2 متری می اومد. من همونجا فهمیدم من از کجا داره صحبت میکنه. ببینید برداشت ما از شعرهای خیام خیلی مهمه. مستی، شما وقتی که البته منظورم این نیست که شرابی که خیام اینجا آورده منظورش خودش شراب نیست، هست بله، ولی که آدم با شراب مست میشه. خب برای من اون یک نوع مستیه، بله، قبلا هم شراب خوردم و شاید هم دور همی باشه بخورم شراب، ولی مدت هاست که با چیزهای دیگه من مست میشم. شاید براتون عجیب باشه یا اصلا غیر قابل باور. وقتی که من توی آب زلال دریا شنا میکنم و با این عینکای زیر آبی عمق 15 متری رو میبینم، ماهیای آزاد رو میبینم که دارند آزادانه شنا میکنند، مست میشم. یعنی در اون مقطع زمانی اصلاً فکرم دیگه به این نیست که آیا من بدهکار هستم یا نیستم، آیا شغلم چه وضعیتی داره، آیا یعنی همه چی تو ذهن من میره کنار. در اون مقطع زمانی من مست میشم و لذت میبرم. یعنی اونقدر مست میشم که اصلا فکر این رو نمی کنم که الان ممکنه خفه بشم تو این آب یا نه. خب آیا میتونم برگردم به ساحل؟ آیا پام میگیره یا نمیگیره که اگه بگیره شاید اینجا دیگه نتونم برسم به ساحل و خفه بشم؟ اینقدر مستم که دیگه فکرم به اینجا نمیرسه، فقط لذت میبرم. وقتی که از دیدن معشوقتون اینقدر عاشق اون زن هست، حالا من یه زن رو میگم چون خودم مرد هستم، اگه یک زنی رو ببینم که بسیار زیباست و بسیار ارتباط فکری خوبی با این زن دارم و دستم حتی بهش میخوره، این به من مستی میده، مست میشم. پس مستی فقط به این نیست که آدم شراب بخوره و مست بشه. اون عشقی که من به این زن دارم من رو مست میکنه. خب که این چیزی که با اون فقط هوس جنسی نیست، بله تونم هست، ولی وقتی اون ارتباط فکری باشه، وقتی با حتی دست گرفتن دست این زن من مست میشم و لذت میبرم، انگار که حالت پرواز بهم دست میده، حالت بی‌وزنی بهم دست میده. این همون چیزی که من برداشت من از خیام اینه. خب یکم مثل اون دوست آمریکایی برداشتش اونه که شراب بخوره و دیگه حالا هر برداشتی داره، من تو ذهن اون نیستم. و بله این بود که تو هر زمینه‌ای که ما فکر بکنیم، چه در محیط زیست، چه در دنیای سیاست، چه در دنیای اقتصاد، وقتی که دیدگاه ما
بر اساس فلسفه باشه. خیام یک فیلسوفه. خب پس اینطوری خود به خود اساس زندگی شما، دیدگاهاتون خود به خود بهتر خواهد شد، بهبود خواهد یافت، چون بر اساس فلسفه است. وقتی شما محور زندگیتون بر اساس فلسفه باشه، خود به خود خودتون رو با سایرین مقایسه نمی کنید، خودتون رو با دیروز خودتون مقایسه می کنید. خب اینطوری دیگه حس حسادت به شما دست نمیده، چون خودتون رو با خودتون دارید مقایسه میکنید، نه با شخص دیگه. چون اگه من بخوام خودم رو با دیگران مقایسه بکنم، هزاری هم پولدار بشم، هزاری هم تو ورزش پیشرفت بکنم، هزاری هم هیکلم ورزیده تر بشه، یا تو هر چیزی که هدفم هست، حالا بالاخره یکی از من بهتر خواهد بود. بالاخره یکی ممکنه فخر پولشو یا مقامشو یا ملیتشو یا مدرک تحصیلیشو یا اندامشو یا خوشتیپیشو هر چیزو به من بفروشه، بگه من از تو بهترم، بگه. ولی چون خودم، شخص خودم رو با خودم مقایسه میکنم، این تضاد درونی درون من از بین میره. چون پیشرفت من در اینه که امروز من چه کار بکنم که در این راهی که هستم از دیروزم یک ذره بهتر بشم. حالا اگه فرضاً هدفتون پولدار شدنه، خب اگر از دیروزتون پولدارتر شدید، خب این یه پیشرفته و از اون خوشحال خواهید شد. خب اگر هدفتون توی اینه که گیتار زدن رو خوب یاد بگیرید، خب چون که با دیگران خودتون رو مقایسه نمی کنید، از دیروزتون بهتر شدید، هی با آرامش پیشرفت می کنید. اینجا مثال بهتر بیارم، چون خودم توی این وضعیت بودم، بهتر این مثال رو میتونم مطرح کنم که این رو از استادم یاد گرفتم، آقای جیم استایز. توی تمرینات یک ماه بود، تمرین شنا پلویشون برای قهرمانی میرفتم، بعد دیدم که از همه من آرومتر و شنام بدتره، که فکر میکردم چون تو ایران شنام خوب بود و مقامی آورده بودم، فکر کردم که تو آمریکا هم همینه. بعدم نه، خیلی شنام در مقایسه با اونها افتضاحه. بعد از چهرم این استاد فهمید که من ناراحتم. گفت چیه؟ گفتم که شنای من افتضاح است، اصلا من مقامی تو مسابقه شرکت بکنم هیچ مقامی نمیتونم بیارم. گفت که تو کاری به اون دیگران نداشته باش، اگر میخوای موفق بشی خودتو با دیروز خودت مقایسه بکن، حالا چه هیچ مقامی نیاری چه اول بشی، مهم اینه که تو آیا رکورد خودت رو میتونی بزنی تو این 100 متر یا 200 متر یا 500 متر یا 1 کیلومتر یا نه. اگر تونستی، آیا این پیشرفت نیست؟ از من پرسید. فکرم گفتم بله مسلمه پیشرفته. گفت همین، برو حالا. و این تو ذهن من موند و شد به قول معروف این رو مد نظر من شد، یعنی این شد دیدگاه من هر بار که میرفتم برای یه تمرین. دیگه از بقیه یه جوون 16 سالم از من میزد جلو، اصلا دیگه ناراحت نمی شدم. توی اولین مسابقه که شرکت کردم هیچ مقامی نیاوردم، اصلا هیچ، سوم حتی
نیاوردم. ولی اینقدر خوشحال بودم که استادم گفت خوشحالی مقامی که نیاوردی اصلا؟ گفتم این رکوردمه، 5 ثانیه رکوردم رو زدم. گفت معلومه که درسی رو که به دادم رو گرفتی. پس ببین عزیزان، اینجاست که فلسفه به آدم در هر مرحله زندگی، در هر زاویه‌ای، در هر مبحثی کمک میکنه. اینجا بود. ولی اگر غیر از این می بود، من حسادت توی من اینقدر رشد میکرد، درست این یک علف هرز. یک علف هرز و اگه از اون وقتی جوونه که از قطع بکنید آسون تره. ولی اگه رشد بکنه و بشه یک ساقه 2 متری، دیگه با دست نمیتونید بکنیش، باید اره بیارید و سخت‌تر خواهد شد. و تازه شاید وقتی به اندازه 2 متری برسه گل رز شما رو خشک کرده باشه دیگه. پس ببینید خیلی مهمه که کار امروز رو به فردا نسپرید به قول معروف و هرچی زودتر محور زندگیتون رو بهبود ببخشید. حالا اگه اونجا من می اومدم و این حسادت توی من رشد میکرد، حسادت بیشتر وقتا تبدیل میشه به بخل. اینجا بد نیست من یک سپاسگزاری میکنم از استاد فلسفه خودم آقای داوود امین‌الرایا، چون اگه نامشون رو نگم بی انصافی میشه. تبدیل میشه به بخل. بخل چیه؟ زمانی که اون حسادت تبدیل به انجام یک کاری بشه. به عنوان مثال یک شخصی شناش از من بهتره، مقام اول میاره، حالا من هر چی زور میزنم دوم میارم، خب ولی اون هی اول میاره. حالا من هدفم اینه که باید مقام اول رو بیارم و آدمی هستم حسود به فرض. اینجا میام یک حرکتی میزنم. به عنوان مثال روز مسابقه یک ماده ضعیف کننده سم ضعیف بریزم توی نوشیدنی این شخص، خب قاعدتاً حالت ضعف پیدا میکنه و من مقام اول رو میگیرم. به این میگن بخل ورزی، یعنی یک کاری کردم ضد این رقیب خودم که اون ضعیف بشه و من مقام اول رو بیارم. اینو بهش میگن بخل ورزی که این اگر ادامه پیدا بکنه خطرناک میشه. حتی قتل هایی که اتفاق میفته خیلی از اینا ریشش از چیه؟ بخل ورزی. شاید مثلا چند سال قبلش اگر بهش توصیه میکردم که حسادتت رو از بین ببر، حالا چه بری پیش یک شخص روانشناس یا بری پیش یک فیلسوف که این حسادتت رو از بین ببره، شاید با آدم میخندید، میگفت که نه حسادت خیلی هم خوبه، برای چی بده، باعث پیشرفت من میشه. خب اون دیدگاهی هست که از روی سطحی نگریه، از روی یبوست فکریه. یبوست فکری از تغذیه بد میاد، چون وقتی که تغذیه بد باشه این یک حکمه. بدن ما بر روی روان ما تاثیرگذار است و برعکس روان ما بر روی بدن و جسم ما تاثیرگذار است. حالا این میتونه این تاثیرات متقابل بد باشه یا خوب باشه. اگر تغذیه من خوب باشه تاثیر خوب میذاره روی نحوه فکر کردن و اندیشیدن من. خب چون اونطوری
یا وسعت فکری من یا از بین میره یا شدتش پایین میاد و بهتر میتونم واقع بین باشم. خب یا برعکس، وقتی دیدگاه من درست باشه، اون موقع تأثیر خوب روی تک تک ارگان‌های بدن من خواهد گذاشت. روی تمام غدد من هورمونایی که از خودشون آزاد میکنن به اندازه خواهد بود، نه زیادی بیش از حد و نه زیادی کم. پس این یک حکمه. این نیست که بگین یه فرضی است، حالا این عقیده شخص فرشاده یا عقیده آقای فلانیه یا عقیده خانم ایکسه. خب خیر، این یک حکمه. حالا چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، سلامت جسم بر روی قدرت فکری تأثیر مثبت میذاره. ضعف جسمانی بر روی قدرت فکری تأثیر بد میگذارد. یه مثال دیگه بیارم که اگه من سیگاری باشم، قاعدتاً حکم اینم، فرضی هم نیست، میزان اکسیژن بدن من کاهش پیدا خواهد کرد. این رو از هر دکتری هم سوال بکنید به شما خواهد گفت. و وقتی که میزان اکسیژن بدن من پایین بیاد، حالا بگذاریم که چه تأثیراتی روی سایر ارگان‌های جسم میذاره، ولی 100% هوش من کاهش پیدا خواهد کرد، چون مغز من به اندازه کافی بهش اکسیژن نمیرسد. به همین آسونی. این فقط یک مثال بود، مش نمونه خروار. حالا اگه بخوایم اینو مثالهای زیادی بذاریم، اون موقع بیشتر بهتون ثابت خواهد شد که چقدر این اصل یک حقیقت. ویدیو خیلی زیاد شد، امیدوارم که بتونم تأثیری گذاشته باشم. که هدف از این ویدیو چی بود؟ که همه ما یک کوروش بزرگ بشویم یا حداقل سعیمون رو بکنیم، این رو در اولویت قرار بدهیم که وقتی من بخوام یک کوروش بشم، خب ممکنه از کوروش حتی بهتر بشم، شاید هم نه، کمتر از کوروش بشم. و این پردازشه که من رو در من یک پیشرفت جسمی و روحی ایجاد میکنه که در تمام جوانب زندگی به من کمک میکنه، چه در آزادسازی ایران، چه در شغلم، چه الگوی خوبی بودن برای بچه خودم و غیره و غیره. و اینطوری میشه که ما از اون حالت انگل محیط زیستی بیرون میایم. چون اگر من هیچ تأثیری نتونم بذارم روی محیط زیست، که مثلا حداقل کمتر محیط زیست رو با خودم آلوده بکنم، کمتر آشغال بریزم و غیره غیره، مستلزم اینه که کوروش رو الگو قرار بدم، پندار و گفتار و کردارم رو نیک بکنم. اون موقع است که یک تحول بزرگی توی زندگی من ایجاد میشه که یا کمتر انگل، من شخصا الان کمتر انگل هستم چون الان قدمای بر میدارم که کمتر محیط زیست رو آلوده بکنم. با تغذیه‌ام الان من گیاهخوار هستم به عنوان مثال. خب این یک کمکی شده به محیط زیست. خب به جای اینکه همه جا با اتومبیلم برم، با دوچرخه میرم. پس ببینید چقدر فلسفه، چقدر کوروش و الگو قرار دادن تأثیر بسیار زیادی میذاره روی زندگی شما از هر لحاظی. پاینده ایران زنده و جاوید باد، سلسله ایرانساز پهلوی.